NLP مخفف نورولینگویستیک پروگرامینگ یا برنامه‌ریزی عصبی کلامی اسمی بود که در اوایل دهه 70 توسط ریچارد بندلر و جان گرایندر انتخاب شد. ریچارد بندلر دانشجوی ریاضیات بود ولی به شدت علاقه‌مند به مفاهیم روانشناسی و جان گرایندر هم استاد زبانشناسی بود. برای این دو نفر خیلی جالب بود که چطور میشه بعضی از افراد تو حیطه کاری خودشون به موفقیت‌های بزرگی دست پیدا میکنن و چه چیزی باعث تفاوتشون با دیگران میشه. اینها اومدن افرادی رو انتخاب کردن و مدل برداری کردن که تو حیطه کاری خودشون موفق تر بودن. در نهایت نتایج تحقیقات اینها متوجه شدن که این افراد موفق از یک سری الگوهای ذهنی، الگوهای کلامی و یک سری الگوهای رفتاری پیروی میکنن که اگر شما هم بتوانید این الگوها رو در اون افراد کشف بکنید، این استراتژی رو در اون افراد کشف بکنید، استخراج بکنید و شما هم این الگوهای ذهنی، کلامی و رفتاری رو پیاده بکنید در خودتون، میتونید به همون نتیجه‌ای برسید که اونها رسیدن. یعنی خروجی کاملا مشابه خواهد شد. خب پس در واقع قلب NLP مدل برداری، مدلینگ هست. مدل برداری از افراد موفق. حالا اینکه این دو نفر اومدن چه افرادی رو مدل انتخاب کردن و اون الگوها رو دریافت کردن در کلیپ جداگانه توضیح خواهم داد. اما امروز میخوایم در مورد خود کلمه NLP توضیح بدیم. NLP N حرف اول نورولینگویستیک پروگرامینگ به معنی برنامه‌ریزی عصبی کلامی هست. خب نورو اشاره داره به نروس سیستم یا سیستم عصبی ما. ما همطور که سیستم گردش خون داریم، سیستم عضلانی داریم، سیستم اسکلتی داریم، سیستم ایمنی داریم، سیستم لنفاوی داریم و الی آخر، یکی از مهمترین سیستم های بدن ما سیستم عصبی یا نروس سیستم هست. سیستم عصبی ما در این مفهوم شامل حواس پنجگانه ما هم میشه. حواسی که دارن محرک های دیداری، شنیداری، چشایی، بویایی و لامسه رو دریافت میکنن و به پیام عصبی تبدیل میکنن. خب پس اطلاعات خام اولیه‌ای که ما داریم از دنیای پیرامونمون دریافت میکنیم بر پایه حواس پنجگانمون هست. شما هر تجربه‌ای که دارید طی میکنید و سپری میکنید و تجربهش میکنید، چگونه دارین اون تجربه رو تجربه میکنید؟ توسط حواس پنجگانه هست که داره محرک‌ها به پیام عصبی تبدیل میشه و در سیستم عصبی شما این پردازش روی اطلاعات اولیه صورت میگیره و حاصل این پردازش یک استنتاج، یک خروجی خواهد بود. اگر دو نفر در معرض یک رویداد، یک تجربه عینی قرار بگیرن، شما ممکنه ببینید که دو تا استنتاج کاملا متفاوت دارن. خب پس این اطلاعات که توسط حواس پنجگانه داره از محیط پیرامون دریافت میشه، تبدیل میشه به افکار خودآگاهانه و ناخودآگاهانه و سپس این افکار هستند که میتونن حالات هیجانی ما رو و حالات رفتاری ما رو و گفتار ما رو مشخص بکنن. خب پس کلمه سیستم عصبی در واقع به این مفهوم اشاره داره که سیستم عصبی شما چگونه داره تجربه عینی شما رو به تجربه درونی یا ادراکی شما متصل میکنه. در یکی از کلیپ ها در مورد دنیای عینی و دنیای ادراکی صحبت کردم که همه ما همزمان داریم در دو تا دنیا زندگی میکنیم. یکی دنیای بیرونیمون هست و یکی دنیای درونیمون هست. دنیای بیرونی عالم محسوسات هست. عالمی هستش که شما دارین درش زندگی میکنید و قرار دارید. شما دارید محرک های بیرونی رو توسط حواس پنجگانتون دریافت میکنید. در عالم درونی یا ادراکی یا ذهنی عالم ذهن شماست. تفسیرها، تعبیرها، طرز تلقی هایی که شما در درون ذهنتون از رویدادهای بیرونی و حتی از خودتون دارید، از جهان هستی دارید. خب سیستم عصبی داره پیوند میده این دنیای بیرونی رو به اون دنیای ادراکیتون. آیا ما این دنیای ادراکی که داریم کاملا واقعیت جهان بیرون رو داره به نمایش میذاره؟ خیر، مسلماً اینطور نیست.
که در مورد این در مبحث فیلترهای ادراکی یا فیلترهای شناختی و خطاهای شناختی یا تحریفهای شناختی که بهش میگیم cognitive distortions توضیح خواهم داد. خب پس سیستم عصبی ما در حال دریافت محرک‌های بیرونی به عنوان اطلاعات خام و اولیه است. سپس این اطلاعات رو به پیام‌های عصبی تبدیل میکنه و روی این پیام عصبی یک پروسس یا پردازش صورت میگیره و حاصل این پردازش یک استنتاج نتیجه گیری هست. اما ما اطلاعات رو همان گونه که در دنیای بیرون هست دریافت نمی کنیم در عالم ذهنیمون و یک سری تغییرات در این اطلاعات صورت میگیره که این تغییرات به واسطه وجود فیلترهای ادراکی هست که گفتم به موقعش در موردش توضیح خواهیم داد. خب کلمه بعدی که در NLP بهش برمیخوریم لینگویستیک یا کلامی هست. ما در مدل ذهنی خودمون که در سیستم عصبیمون شکل میگیره، حالا که یک تجربه عینی رو سپری کردیم و از اون تجربه عینی یک تجربیات ادراکی در ذهنمون شکل گرفته، وقتی که میخوایم کلامی رو بیان بکنیم در واقع داریم تجربیات ادراکی ذهنی و درونی خودمون رو بیان میکنیم. در واقع کلمات یک سطحی بالاتر از نظام ادراک انسان هستند. وقتی که شما دارید با کسی صحبت میکنید در واقع دارین مفاهیم ادراکی خودتون رو بیان میکنید، یا زمانی که صحبت‌های یک نفر رو میشنوید دارید مفاهیم ادراکی اون رو میشنوید. به همین دلیل شما از طرز کلام افراد میتونید به مفاهیم ادراکی که اونها دارن پی ببرید. خب کلمات صرفاً به معنی کلام شفاهی نیست. زبان بدن شما هم داره سخن میگه. برای سخن گفتن لزوما نیاز نیستش که صوتی منتشر بشه. زبان بدن شما در واقع داره مدل ذهنی و شناختی شما را از خودتون و از جهان هستیتون بروز میده و نمایش میگذاره. پس مفهوم لینگویستیک یا کلامی نه تنها به مفاهیم شفاهی برمیگرده، بلکه به زبان بدن شما هم اشاره داره که زبان بدن شما چی داره نشون میده. اما کلمه بعدی که در اینجا در NLP باهاش روبرو هستیم پروگرامینگ هست. خب به قسمت جالبی رسیدیم، پروگرامینگ یا برنامه ریزی. شاید فکر کنید که مگر ذهن ما شبیه کامپیوتر هست که پروگرام داشته باشه، و من به شما میگم که آره، شباهت‌های بسیار زیادی داره. خب وقتی که ما اطلاعات اولیه رو توسط سیستم عصبیمون دریافت کردیم و یک پروسسی روی اینها صورت گرفت، در نهایت یک استنتاج ایجاد میشه. اون استنتاج، اون اندیشه و اون فکر نهایی در نهایت میتونه یک پروگرام ذهنی ما رو شکل بده. کلمه پروگرامینگ اشاره داره به پروگرام‌های ذهنی ما، به متا پروگرام‌ها یا فرا برنامه‌ها، و همچنین اشاره داره به استراتژی ما که به موقع در مورد تمام اینها صحبت خواهیم کرد. پس پروگرامینگ اشاره داره به کدگذاری. وقتی که شما اطلاعات خام رو دارین از محیط اطراف و پیرامونتون توسط سیستم عصبی و حواس پنجگانه دریافت میکنید، چگونه این اطلاعات رو دارین کدگذاری میکنید؟ آیا از وجود این کدگذاری اصلا اطلاع دارین؟ آگاهی دارید؟ خب این کدها در ذهن ما و سیستم ادراک ما ثبت میشن. حالا که ثبت شدن، این کد در واقع یک برنامه‌ای هستش که احساسات ما رو میتونه هدایت بکنه، رفتارهای ما رو میتونه هدایت بکنه و کلام ما رو میتونه هدایت بکنه. اینکه چه کلماتی رو بر زبان بیاریم، چه رفتارهایی رو از خودمون بروز بدیم. خب اینجاست که ما زمانی که به یک رفتار ناپسند، ناخوشایند برمیخوریم که میخوایم تغییرش بدیم ولی نمیتونیم تغییرش بدیم، این مفهوم مهم میشه، پروگرامینگ. در واقع یک پروگرام ذهنی وجود داره از اون رفتار که اون پروگرام داره ناخودآگاهانه هدایت میکنه و ما رو به سمت اون رفتار سوق میده. یک کدی در ذهن ما تثبیت شده که اون کد داره
خروجیش میشه در سیستم سخت افزاری ما. همطور که اشاره کردم در واقع پس ما دو نوع سیستم داریم، سیستم نرم افزاری و سیستم سخت افزاری. این کامپیوتر سیستم سخت افزاری رو چه چیزی کنترل میکنه؟ سیستم نرم افزاری. این یک ربات چه چیزی حرکات ربات رو مشخص میکنه؟ اینکه چه الگوریتم، چه کدگذاری به اون ربات داده شده باشه. حالا رفتارهای ما هم در منظر NLP در واقع حاصل پروگرام ها و برنامه‌ریزی های ذهنی ما هست که این برنامه‌ریزی ها رو خیلی مواقع ما اصلا خودمون آگاهانه و هوشیارانه انتخاب نکردیم، بلکه محیطی بوده، از محیط پیرامونمون دریافت کردیم. این کدها رو دریافت کردیم. خب حالا چه کار میتونیم بکنیم؟ ریکودینگ بکنیم. یعنی در NLP یه مفهومی داریم به نام کدینگ و ریکودینگ. کدگذاری که حالا در سیستم عصبی ما شده و ناخودآگاه هم بوده، خودمون حالا میخوایم این رو تغییرش بدیم، اینجا با کلمه ریکودینگ آشنایی پیدا میکنیم. یعنی کدگذاری مجدد. چگونه بتونیم یک پروگرام، یک برنامه ذهنی خودمون رو کشف بکنیم و بعد چگونه این رو ریکودینگ بکنیم، چطوری بتونیم کدگذاری مجددش بکنیم. خب مجموعه از این پروگرام ها، مجموعه از این متا پروگرام ها در واقع داره مدل ذهنی یا مدل شناختی ما رو از جهان هستی میسازه. اما چطور میتونیم ما یک تغییری در این پروگرام بدیم؟ اصلا چرا ما باید تغییر در پروگراممون بدیم؟ زمانی که شما با یک نتیجه نامطلوبی در زندگیتون روبرو میشید، این رو بدونید که این نتیجه بخشش برمیگرده به رفتار شما، بیهیویر شما. رفتار شما، کلام شما جزئی از سیستم سخت افزاری شماست. اما این سیستم سخت افزاری شما از یک سیستم نرم افزاری داره پیروی میکنه که اون سیستم نرم افزاری شما در واقع مجموعه از همون پروگرام ها و متا پروگرام ها و استراتژی شماست. اگر بتونید کشف بکنید چه پروگرامی منجر به این خروجی رفتاری میشه، یعنی اون کد رو کشف کردین. حالا که کد رو کشف کردین، شما با تکنیک های NLP آشنایی پیدا میکنید که چگونه اون کد رو ریکودینگ بکنید. و قسمت جالب NLP هم در این قسمتش نهفته است. خب در مورد این مفاهیم باز هم بیشتر با هم دیگه صحبت خواهیم